یه فیل در رودخونه حمام کرد. سپس از آب اومد بیرون و راه افتاد سمت جاده. نزدیک پل که رسید دید یه خوک گلی از روبرو داره میاد. فیل بدون گفتن چیزی رفت کنار تا خوک بتونه عبور کنه. سپس به مسیر خودش ادامه داد. بعدن خوک با تکبر برای بقیه تعریف کرد ببینید من چقدر بزرگم. حتی فیلم از من ترسید و رفت کنار تا رد بشم. با شنیدن این یه سری از فیلا از دوستشون پرسیدن این کار از ترس بوده؟ فیل لبخند زد و گفت من میتونستم به راحتی خوک و زیر پاهام له کنم، ولی من تمیز بودم و خوک کثیف بود. اگه لهش میکردم پاهام کثیف میشد و من اینو نمیخواستم. برای همین رفتم کنار. درس داستان: یه آدم عاقل از ارتباط با آدمای منفی دوری میکنه، نه از ترس، بلکه چون میخواد خودش آلوده نشه. حاشیه رو بیخیال شو و راه خودتو برو. در رشد محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی. به خانوادمون ملحق شو.